سرخط خبرها. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو. از سرگیری جنگ اسرائیل ایران و هشدار بر فرامنطقه‌ای شدن و ادامه درگیری‌ها، اسرائیل و ایران بار دیگر به گونه مستقیم به یکدیگر حمله و جنگ کردند. جمهوری اسلامی پای آمریکا را در جنگ جاری دخیل می‌داند و تهران و تل‌آویو گفتند آماده جنگ طولانی مدت هستند. ترامپ اما خواستار توقف درگیری‌ها شد. وضعیت افغانستان زیر ذره‌بین شورای امنیت سازمان ملل قرار است شام امروز به وقت کابل نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. نشستی که در آن گزارش 3 ماهه هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان ارائه خواهد شد. امارت اسلامی اما پیش از این فعالیت شماری از نهادهای جهانی در افغانستان را فاقد موثریت و برخی گزارش‌های این نهاد را دور از واقعیت‌های عینی کشور دانسته بود. و تعامل با امارت اسلامی کلید اجرای سیاست بازگشت مهاجران افغان. کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا بر ضرورت گفتگو و تعامل با امارت اسلامی افغانستان پافشاری کرده و گفته که این رویکرد میتواند زمینه پیشبرد روند بازگشت اتباع افغان به ویژه افراد دارای پیشینه جرمی را فراهم کند. همزمان فشارها بر مهاجران افغان در کشورهای میزبان افزایش یافته و به تازگی بیش از 600 خانواده از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. سلام، من اسماعیل سادات میزبان شما در خبر 5:30 هستم. جنگ مستقیم ایران و اسرائیل یک بار دیگر آغاز شد. جمهوری اسلامی شهرهای گوناگون اسرائیل را موشک باران و اسرائیل ایران را بمباران کرد. جنگ همچنان جریان و تلاش‌ها برای کاهش تنش ادامه دارد. ایران پای آمریکا را در جنگ امروز دخیل می‌داند و ترامپ و نتانیاهو بر سر حمله به جمهوری اسلامی دچار اختلاف شدید شدند. برای جزئیات و پردازش روی این موضوعات همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 با ما وصل است. سلام زریر، وقتت بخیر. آخرین ها از حمله های ایران و اسرائیل به یکدیگرشون چی است؟ سادات، آخرین خبر این است که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران اعلام کرد که فعلا عملیاتی که به نام نصر علیه اسرائیل و در پاسخ به قول اونا تجاوز علیه لبنان به اسرائیل آغاز کرده بودند و طی 2 تا 3 موج راکت ها را به شهرهای مختلف از جمله شمال اسرائیل شلیک کردند، فعلا متوقف شده. یعنی فعلا قرارگاه خاتم یا در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایان موقت جنگ را اعلام کرد، اما تاکید کرد که همچنان دست به ماشه است و برای یک عملیات طولانی مدت آمادگی دارند و در صورت ادامه به قول سپاه ادامه شرارت های ارتش اسرائیل به ویژه در لبنان و به سمت ضاحیه بیروت این جنگ شدیدتر خواهد شد و حتی امکان دارد جنگ به بزرگی چند برابر جنگ 40 روزه را از سر بگیرند و حالا قوی‌تر از گذشته هستند. هرچند حالا ایران پایان جنگ را اعلام کرده، گفته فعلا عملیات نیروهای مسلح ما متوقف شده، ولی منتظر هستند که اسرائیل چی میکنه. ولی این اتفاق در میدان عملی هنوز نیفتاده، چرا هنوز تعداد موشک‌های ایرانی هستند که در مسیر هستند و شاید فرود بیان به سر اسرائیل یا هم شاید رهگیری شوند، جلوی اونا گرفته شوند و منهدم شوند. و اسرائیل هم خبر مبنی بر تایید پایان جنگ را تایید نکرده و هنوز خبرهای از اسرائیل به گوش میرسه که اونا دارن صف آرایی میکنن، آرایش جنگیشان را تقویت میکنن، نیروی هواییشان در حال آمادگی پرواز است و شاید امواج دیگه از حملات را هم آغاز بکنن. ولی کلا اوضاع خاورمیانه پس از درگیری که از دیشب به این طرف دوباره آغاز شده، آتشین شده، همه پروازها و همه حرم‌های هوایی بسته است و تعطیل شده. حتی یک سری حملاتی که به بخش‌های از یک دانشگاه مربوط به هوافضای سپاه در ایران توسط ارتش اسرائیل بمباردمان شد، این حملات سبب شده که دانشگاه‌ها و اینا هم تعطیل شود. کلاً وضعیت جنگی است. تنگه هرمز هم دوباره به حالت نظامی در آمده و مشخص نیست که تا ساعت بعد این جنگ شدیدتر خواهد شد یا متوقف میشه موقتا. بپردازیم به موضوع ایران و موضوع آمریکا. البته با عرض معذرت، نقش آمریکا چی بوده و واکنش های اخیر چی است در این مورد؟
آنچه که از سوی ایران اعلام شد پایان جنگ در واقع با فاصله چند دقیقه از پست دونالد ترامپ بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 2 پست پیوسته در تروث سوشال خودش نوشت، هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی را خطاب قرار داد، گفت جنگ را متوقف کنید، با آتش بس پایبند شوید و بیش از این به قول او حماقت نکنید که ما در آستانه توافق بزرگ هستیم و توافق را برهم نزنید. آمریکایی ها از آغاز این جنگ که از دیشب به طرف ادامه داره نقششان در این جنگ را انکار کردن و گفتن که ما شراکتی نداریم و اسرائیل مستقلانه عمل میکنه، ولی جمهوری اسلامی به ویژه سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی گفت که اگر آمریکا این کار هم بکنه نقشش را ما باور داریم که نقش داره، پشت اسرائیل استاده و هیچ قدمی را اسرائیل بدون هماهنگی آمریکایی ها بر نمیداره. بنابراین ما آمریکا را هم در فرآیند مسئول میدانیم. یک سری خبرهایی که تایید نشدند به گوش می رسیدند مبنی بر این که موشک های کروز یا راکت های کروزی از ناوهای آمریکایی به شهرهای ایران. حالا امروز شاهد بودیم که بمباردمان و سیستم پدافند در شهرهای تهران، کرج، کرمانشاه، اصفهان، شیراز و برخی نقاط از جمله خوزستان صورت گرفت که آخرین حمله ای که شد در یک پایگاه پتروشیمی یا کیمیایی در خوزستان در ماهشهر صورت گرفت و در واکنش به او پایگاه تأسیسات پتروشیمی حیفا را جمهوری اسلامی در موج دوم نصرش هدف قرار داد و این اتفاق پس از آنچه دونالد ترامپ از دو طرف درخواست کرد. البته گفته میشد که از دیشب به این طرف ترامپ از هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی بارها درخواست کرده که جنگ نکنید و متوقف کنید، به حرفش گوش ندادند. حالا ایران متوقف کرده و ببینیم که اسرائیل هم متوقف خواهد کرد یا خیر. به هر حال آمریکایی ها ادعای ایران میکنند که امکان داره این جنگ پس متوقف شو و آتش بس برقرار شو و روند دیپلماسی ادامه پیدا بکنه، ولی آمریکا ایرانی ها اعتماد به این صحبت ها ندارند. دقیقاً میخوایم در آخر به مسیر جنگ بپردازیم که این جنگ به کدام سو روان است و میتونیم شاهد چه چیزی باشیم. مقام های ایرانی به تصنیم خبرگزاری نزدیک به دولت جمهوری اسلامی گفتند که با توجه به این که میدانند و اطلاعات استخباراتشان برشان رسانده که اسرائیل براستی طراحی ادامه عملیات به محور مقاومت به ویژه به لبنان و گذشتن از خطوط قرمز جمهوری اسلامی را داره، بنابراین اینا گفتند که ما همین جنگی را که آغاز شده برای حداقل 1 هفته طراحی کردیم، هرچند برای جنگ طولانی مدت آماده هستیم. ارتش اسرائیل هم مقامهاش به رسانه ها از جمله به چینل 12 اسرائیل گفتند که ما برای یک جنگ طولانی آماده هستیم، اما همین جنگ چند روز ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر این جنگ کماکان ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه سرانجام پای آمریکا کشیده شود و اگر پای آمریکا به میدان کشیده شود درگیری شدیدتری از سر گرفته خواهد شد و ما شاهد آتش‌گشایی در منطقه خواهیم بود. حالا که ایرانی ها هشدار دادند که تنگه باب المندب را هم بسته میکنن محور مقاومت و حتی حوثی‌های یمن یا انصارالله به ارتش اسرائیل دستور دادند که دیگه در دریای سرخ رفت آمد نکنه. خب این تنگه اگر بسته شود تنگه های باب المندب و هرمز هر دوشان 50% نفت و انرژی جهان را تهدید میکنن، اقتصاد جهان بر رکود مواجه میشه. در چنان صورت قطعا پای اروپایی ها هم به میدان کشیده خواهد شد، هرچند حالا هم بریتانیا هم چین و هم بسیاری کشورهایی که هم دخیل هستند هم نیستند یا در دو طرف متحد هستند یا نیستند از دو طرف ایره خواستند که خویشتنداری داشته باشند و آتش بس را نگاه بکنند برقرار بدارند. ولی اگر این جنگ همچنان ادامه پیدا کند کماکان تیراندازی هایی که از تقریبا در فرایند همین 2 ماه آتش بس هر از گاهی اتفاق می افتاد، ما شاهد آتش گشایی های بین کشورهای ایران، بحرین، کویت و اسرائیل و لبنان بودیم. حتی امروز عراق هم گواه یک انفجار شدید بود و از طرف یمنی ها هم شلیک موشک ها به سمت اسرائیل صورت گرفت. همین امروز حداقل اسرائیل در برابر 5 کشور ایران، عراق، لبنان، یمن و غزه، فلسطین در جنگ بود. عملا از این نشانه ها با اونا راکت پرتاب میشد و اینا هم با جنگنده هایشان بخش های از نقاط هم ایران را هم دیگر کشورها را هدف قرار دادن و در چنان صورت این جنگ منطقه‌ای خواهد شد و شاید خطر همو تهدیدی که ایران کرده بود که فرا منطقه‌ای میشه نزدیکتر شود. ولی اگر فعلا متوقف شود و مثلی که در جنگ 12 روزه همین که پای آمریکا داخل شد و آمریکا تأسیسات اتمی ایران را هدف قرار داد و ایران یک موشک به
قطر زد متوقف شد. یک احتمالش هم این است که همین یک زورآزمایی برای امتیازات جدیدی در فصل آینده مذاکرات که حالا بحث آتش بس در لبنان بخشی از او است که به بنبست رسیده بودند دو طرف، این سبب شود که مذاکرات از سر گرفته شود و ما شاهد برقرار دوباره آتش بس باشیم. ولی باور مثلا تحلیلگرای از رسانه‌های از جمله العربیه چند روز قبل این بود که 60 روز مهلتی که اعلام نشده از طرف ترامپ برای آتش بس تعیین شده بود در حال پایان یافتن است و بنابراین جنگ حتمی است. ولی حالا امکان داره آتش بس همچنان ادامه پیدا بکنه و گفتگو از سر گرفته شود و همچنان فرایند پرفراز و فرود و بنبست و شکستن بنبست و ادامه بنبست و رسیدن به بنبست جدید همین بلا تکلیفی ادامه پیدا کنه. و سناریوی سوم که بسیار خوشبینانه خواهد بود این است که همه درگیری‌ها متوقف شود، ایران و آمریکا به توافق برسند و الی اینکه اسرائیل باز مستقلانه عمل دیگه نکنه ما شاهد بازگشت آرامش به منطقه باشیم. از ارائه جزئیات و حضورت سپاسگزاریم در این بخش خبر 5 جزئی زریر. همکارم احمد رشاد زریر آخرین ها از جنگ ایران و اسرائیل را با ما در جریان گذاشت. همکارم علی سینا حصاری گزارش در این مورد دارد. جولان موشک‌های ایرانی در آسمان اسرائیل. پس از هشدارهای مکرر مقام‌های ایرانی در مورد حمله اسرائیل به بیروت و انجام این حمله‌ها توسط اسرائیل، شب گذشته سپاه پاسداران به هدف‌های در تل‌آویو، حیفا و شمال اسرائیل حمله‌های موشکی و پهپادی انجام داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به اسرائیل هشدار داد که در صورت گسترش عملیات نظامی یا هر گونه اقدام متقابل بر ضد جمهوری اسلامی، اسرائیل با ضربه‌های کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو خواهند شد. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ناحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ به حمله ایران واکنش نشان داد و گفت که این کشور موشک‌هایش را شلیک کرده و باید به میز مذاکره برگردد. وی در گفتگو با فاینانشال تایمز پافشاری کرد که تصمیم گیرنده نهایی اوست، نه نتانیاهو. نخست وزیر اسرائیل چاره غیر از پذیرش هر توافقی که امریکا با ایران کند را نخواهد داشت. با آن هم مقام‌های آن کشور تاکید بر پاسخ سنگین دارند. ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتشار پست در اکس نوشت که تهران امشب باید بسوزد. در سوی دیگر سخنگوی ارتش اسرائیل نیز گفت که ایران با این حمله دچار اشتباه بزرگ شد. ما برای این حمله آماده بودیم. رژیم تروریستی ایران در تلاش است معادله جدید ایجاد کرده و با انجام شلیک مستقیم به خاک ما در واکنش به حملات ارتش اسرائیل به ضاحیه قواعد جدیدی را تحمیل کند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ما در واکنش به شلیک‌های بی‌وقفه حزب الله به سوی شهرک‌ها و مناطق مسکونی شمال اسرائیل دست به حمله زدیم. اجازه نخواهیم داد حملات علیه شهروندان کشور اسرائیل ادامه پیدا کند. ارتش اسرائیل در دفاع و هم در حمله قدرتمند عمل می‌کند. سامانه‌های پدافند هوایی در سراسر کشور مستقر می‌باشند. اسرائیل در نهایت به حمله‌های ایران واکنش نشان داده و حمله کرد. به اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، چند ولایت این کشور مورد حمله اسرائیلی‌ها قرار گرفتند. اسرائیل حمله به مرکز و غرب ایران را تایید کرد. در هماهنگی با حمله‌های ایران به سرزمین‌های اشغالی، حوثی‌های یمن نیز هدف‌هایی را در این سرزمین با موشک‌های بالستیک مورد حمله قرار داد و سخنگوی حوثی‌ها اظهار داشت که از این لحظه تردد شناورهای اسرائیلی در دریای سرخ ممنوع است. این درگیری‌ها در حال شکل گرفته که مذاکرات میان امریکا و ایران در جریان است و تنش‌های آتی در خاورمیانه سرنوشت این مذاکرات را در حاله از ابهام قرار داده است.
و به همین ترتیب میرسیم به پایان بسته خبری 5:30. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.